با سلام و درود خدمت تک تک شما دوستان و همراهان عزیزم. امیدوار هستم هر کجایی که هستید جور و صحتمند و سر حال بوده باشید و شما را به یکی از ویدیوهای جدید خود خوش آمدید گفته امیدوار هستم تا آخر ویدیو ما را همراهی کنید. اگر شما عضو جدید هستید لطف نموده کانال ما را سابسکرایب کنید و همچنان علامه زنگوله را هم فعال داشته باشید تا هیچ یک از برنامه‌های جدید ما را از دست ندهید. زمانی که می خواهم در مورد عصبانیت و خشم صحبت کنم به یاد داستان می افتم که خیلی جالب است. و داستانم البته داستان مار و اره است. دوستای عزیز، شاید پیشتان سوال خلق شود که داستان مار و اره به زندگی ما چی ربط داره. لکن این البته به زندگی نه تنها شما بلکه همه ما شما ربط داره. مار گرسنه به خاطر پیدا کردن طعمه یا غذایش وارد دکان نجاری میشه. طبق معمول نجاری که در او دکان کار میکرده عادت داشته که وسایل خود را روی میز کاری خود فراموش میکرده که اتفاقا امو شب که مار وارد دکان نجاری میشه اره روی میز کاری نجار بوده. زمانی که میخواستم مار وارد دکان نجاری شود ناگهان بدن مار به اره که در روی میز کاری نجار بود تماس میکنه و بدن مار زخمی میشه. و مجرد که روی بدن مار زخم میشه از خود عکس العمل نشان میدهد و آن اره را میگزد. زمانی که اره را میگزه و یا به اصطلاح ما دندان میگیره دهن مار نیز زخمی میشه. مار به این فکر مفته که گویا این اره موجود خطرناک است و دشمن سرسختش است. به خاطر انتقام گرفتن از اره و به خاطر از اینکه بتانه اره را از پا در بیاوره خود را گرد اره میپیچد. البته سخت میفشارد گویایی که به اره صدمه وارد کنه. برعکس این مار خودش آسیب میبینه و بالاخره این مار از بین میره. دوستا خشم و عصبانیت مار باعث میشه که مار جان خود از دست بده. بله اکثر ما و شما به خاطر صدمه وارد کردن به دیگرها با خشم و عصبانیت عکس العمل نشان میدیم گویایی که به دیگران آسیب میرسانیم، در حالی که این طور نیست. صدمه که وارد میشه در اصل برای خود ما و شما وارد میشه. دوستای عزیز البته این داستان مصداق آدم های است که بدون از اینکه فکر بکنن با عصبانیت و خشم عکس العمل نشان میدهد. چی میشه دوستای عزیز؟ با مهربانی و تحمل و بردباری با همدیگه کنار بیاییم و اکثرا از حرفای منفی و از گپایی که ما شما را به درگیری مواجه می سازه چشم پوشی بکنیم و با بهترین شیوه که صبر و تحمل است کنار بیاییم و بگذریم از این که کس ما را چی گفت و کس مثلا ما را گپ بد گفت ما چرا گپ بد نگوییم، در حالی که کوچکترین خشمی که ما می داشته باشیم اصلا در اصل برای خود ما آسیب می رسانه و صدمه وارد میکنه. به خاطر از این که خود ما و اطرافیان ما یک زندگی سالم و بدون مشکلات داشته باشیم خوب است که صبر و تحمل ترویج کنیم و از خشم و عصبانیت تا حد ممکن جلوگیری کنیم. بهتر است با افراد با نرم دلی برخورد کنین و این می تواند شما و افراد پیرامونتان را کمک کند تا به همدیگه محبت را انتقال دهیم. اگر شما بگذارین و عبور کنین این میتونه برای شما نشان بده که شما چقدر نسبت به دیگه افراد که پیرامونتان است مهربان هستید. مهربانی میتونه یکی از اوصاف انسانی باشه که
در وجود شما و همه زنده شود. بله دوستان عزیز، رسیدیم در پایان این ویدیو. امیدوار هستم این ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته باشد. اگر این ویدیو مورد پسند شما قرار گرفت، لایک کنید و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کنید و این ویدیو را با دوستانتان شریک بسازید. دوستای عزیز، قبل از اینکه خداحافظی کنم، یک شعر به یادم آمد که حتما باید در این ویدیو ذکر کنم. میگه حرف ناحق گر شنیدی زود از جای بر نخیز. حرف ناحق گر شنیدی زود از جای بر نخیز. یک تحمل گر کنی دنیا گلستان می شود. تا درود بعد، بدرود.